سلام، خیلی خوش اومدیم به اولین قسمت ولاگ تهرانگردی با موتور. توی این ولاگ قراره بریم یکی از گذرگردشگری‌های تهران. اینجا ما تازه راه افتاده بودیم که بریم به سمت مقصدمون. اول قرار بود بریم یه جایی که کمتر شناخته شده، خیلی هم معروف نیست، اما وقتی رسیدیم با این صحنه مواجه شدیم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم مقصدمون رو عوض کنیم و بریم مرکز شهر. برای اینکه بریم مرکز شهر از یه سری کوچه پس کوچه رد شدیم، وارد خیابون انقلاب شدیم. اینجا داشتم میگفتم وای زمین رو نگاه کن چرا انقدر آشغال ریختن. بعدش از تئاتر شهر رد شدیم و رفتیم سمت میدون امام خمینی و گذرگردشگری باب همایون که احتمالاً اکثرتون میشناسیدش. با اینکه وسط هفته بود ولی به نظرم جمعیت زیاد بود. ما برای اینکه یه ته‌بندی کنیم اول آب خیار خریدیم. اینا محتویاتی بود که داشت توی آب خیارمون میریخت. بعد هم وعده اصلیمون رو از میون این همه دلبر انتخاب کردیم. این وسط هم این آقای حرکات موزون و بامزه انجام میداد که من یه مقدار ویدیو گرفتم براتون و اینم غذایی که انتخاب کرده بودیم. اگه مسیرتون خورد حتما امتحانش کن چون خیلی خوشمزه بود. موقع برگشتم از خیابون ۳ تیر رد شدیم. چون سنگ فرش بود دوربین خیلی تکون میخورد، اما چون تو شب خیلی خوشگل بود من براتون ویدیو گرفتم. حیفم اومد که بهتون نشون ندم. در نهایت هم با ویو برج آزادی ازتون خداحافظی میکنم تا ولاگ بعدی. خداحافظ.